یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود یه هیولای رنگی بود. یه روز صبح از خواب بیدار شد دید همه رنگاش قاطی شده. یه دخترک به اسم نفس جون میخواست کمکش کنه رنگاشو از هم جدا کنه. احساسی خوشحال. میشه تو قیافتونم نشون بدی؟ جانم شما هم نشون بدی؟ من وسط بمونم. نفس جون یه احساس دیگر هم میاری؟ بود آرمان جون؟ این چه احساسی؟ من باید بگم دیگه. من آرمان جون این چه احساسی بود؟ ناراحت که داشت گریه میکرد. پس رنگ آبی هم شد احساس ناراحت. خانم اجازه؟ بله. احساس عصبانیت که قرمزه خب قیافش چه شکلیه؟ عصبانی.